حواستون به زمان گذشته، زمان امام حسین علیه السلام، زمانی که مردم کوفه برای امام حسین علیه السلام یه عالمه نامه می نوشتن. فیلم مختار که همه دیدیم. توی فیلم مختارنامه امام حسین علیه السلام برای مردم کوفه مسلم رو فرستاد. مسلم یه فرستاده از طرف امام حسین برای مردم کوفه بود که اونا رو دعوت کنه برای یاری امام حسین علیه السلام، که تو فیلم مختارنامه دیدیم که مردم کوفه چه پاسخی به مسلم دادن. یادت هست؟ به مسلم گفتن برو، ما تو رو نمیخوایم، امام حسین علیه السلام رو میخوایم. اما وقتی امام حسین اومد چه کردن باهاش؟ بمانه اصلا بیاین از گذشته بیاین بیرون، بیاین تو حال. ما شیعیان منتظر ظهور امام مهدی علیه السلام هستیم. آیا امام مهدی علیه السلام مثل امام حسین علیه السلام فرستاده ای نمیفرسته که یار جمع کنه واسه خودش؟ اگه فرستاده باشه ما باید چیکار کنیم؟ بذاریم تاریخ دوباره تکرار بشه یا نه؟ یه خبر میخوام بهت بدم. خبر آمدن فرستاده امام مهدی. با یاری کردن این فرستاده میشیم یاران امام مهدی. اسمش در وصیت پیامبر اومده. وصیت پیامبر کجاست؟ در کتاب غیبت شیخ طوسی صفحه 300 اومده. ما نباید بذاریم تاریخ تکرار بشه.